بیا یه نگاهی بندازیم به یه موضوع جالب. اینکه دنیای بیسیم ما چطوریه که توش هرج و مرج مطلق به پا نمیشه. یه جورایی یه راز پنهانه که امروز میخوایم با هم کشفش کنیم. واقعاً تا حالا به این فکر کردین؟ چطور ممکنه میلیاردها دستگاه از گوشی توی دستتون گرفته تا ماهواره‌های اون بالا تو فضا همزمان کار کنن و سیگنال‌هاشون تو هم نره؟ خب برای اینکه جواب رو پیدا کنیم بیاین یه لحظه یه دنیای بدون این قوانین رو تصور کنیم. یه دنیای پر از هرج و مرج سیگنال. فکرشو بکنین دارین توی مسیر ناآشنا رانندگی میکنین و یهو جی پی استون از کار میافته. چرا؟ چون سیگنال‌ها قاطی شدن و شما هم رسما گم شدین. یا حتی بدتر، به ارتباطات حیاتی فکر کنین. مثلا تماس‌های اضطراری ماهواره‌ای رو در نظر بگیرین که هی قطع و وصل میشن. چرا؟ چون سیگنال‌ها مدام دارن به هم میخورن و همدیگر رو خراب میکنن. و از همه بدتر، اینترنت. فکر کنین اینترنت، مخصوصاً اینترنت ماهواره‌ای، دائم قطع و وصل بشه. چه فاجعه‌ای میشد، نه؟ خب، خوشبختانه ما تو اون دنیا زندگی نمی کنیم. پس بیاین از مشکل بریم سراغ راه حل. میخوایم با اون سازمانی آشنا بشیم که جلوی این هرج و مرج رو میگیره. اسم این سازمان هست ITUR. این بخش ارتباطات رادیویی اتحادیه بین‌المللی مخابراته. کار اصلیش چیه؟ به زبان خیلی ساده وظیفش اینه که نذاره فرکانس‌های رادیویی تو کل دنیا قاطی پاتی بشن. این تشبیه به نظرم عالیه. ITUR رو مثل پلیس راهنمایی و رانندگی کل دنیا در نظر بگیرین، فقط به جای ماشین‌ها حواسش به فرکانس‌ها و ماهواره‌هاست که با هم تصادف نکنند. خب، حالا این پلیس راهنمایی رانندگی دقیقاً چی کار میکنه؟ بیاین یه نگاهی به کتاب قوانین جهانی امواج هوایی بندازیم. ببینید، فرکانس‌ها مثل خطای یه بزرگراه جهانی میمونن. اگه هر کسی هر جور دلش بخواد رانندگی کنه چی میشه؟ تصادف حتمیه. ITUR دقیقاً همون سازمانیه که این خط کشی‌ها رو انجام میده تا همه چی مرتب و منظم پیش بره. کار این سازمان رو میشه توی 4 مرحله اصلی خلاصه کرد. اول از همه فرکانس ها رو تخصیص میده، بعد جلوی تداخل سیگنال ها رو میگیره، سوم ماهواره ها رو ثبت میکنه و در نهایت استانداردهای جهانی رو به وجود میاره. خب، حالا این خطای بزرگراه به کی میرسه؟ به سرویس‌های خیلی حیاتی. یعنی چیزایی مثل ماهواره‌های اینترنت و ارتباطات، GPS، پخش تلویزیون و رادیو و حتی ارتباطات هواپیماها و کشتی‌ها. حالا بریم سراغ جلوگیری از تداخل. نکته کلیدی اینجاست. این سازمان یه سری قوانین میذاره که مثلا 2 ماهواره نیان از یه فرکانس مشترک استفاده کنن و سیگنال همدیگر رو به هم بریزن. و دقیقاً به همین دلیله که ثبت کردن ماهواره‌ها انقدر مهمه. هر کشوری که بخواد یه ماهواره بفرسته فضا، اول باید مدار و فرکانسش رو تو ITUR ثبت کنه. اینجوری جلوی برخورد و تداخل تو فضا گرفته میشه. و میرسیم به کار 4، یعنی استانداردسازی. کار ITUR هم روی تکنولوژی‌های امروزی مثل تلویزیون دیجیتال و ارتباطات ماهواره‌ای تأثیر میذاره و هم آینده رو شکل میده. مثلا استانداردهای شبکه‌های 5G و حتی 6G. اما کار ITUR روز به روز داره سخت‌تر میشه، چون ما الان با یه چالش کاملا جدید روبرو هستیم. یه ترافیک فضایی سنگین که تا حالا مثلش رو ندیدیم. فقط به این عدد نگاه کنین، بیشتر از 100,000. این تعداد ماهواره جدیده که شرکت‌هایی مثل استارلینک و بقیه میخوان بفرستن فضا. این یعنی چالش واقعاً بزرگ. خب، اگه این وضعیت جدید رو درست مدیریت نکنیم چی میشه؟ ممکنه با قطعی گسترده اینترنت روبرو بشیم، سیگنال‌های ماهواره‌ای تو کارم اختلال ایجاد کنن، داده‌های حیاتی اشتباه به دستمون برسه و آخر سر هم ترافیک فضایی دیگه از کنترل خارج بشه. حالا شاید بپرسین همه اینا چه ربطی به من و شما داره؟ ربطش اینه که تمام این کارای پیچیده در پشت صحنه انجام میشه تا دنیای دیجیتال من و شما بدون هیچ مشکلی کار کنه. این جمله رو گوش کنین که همه چیز رو خلاصه میکنه. کنترل فرکانس ها یعنی کنترل نظم در مدار. و این دقیقاً همون چیزیه که بهش میگن پایداری فضایی. یعنی اینکه بتونیم فضا رو برای نسل‌های بعدی هم سالم نگه داریم.
پس دفعه بعدی که GPSتون رو باز کردین و دیدین بدون هیچ دردسری کار میکنه، یادتون باشه که یه سازمان جهانی پشت صحنه داره زحمت میکشه. یا وقتی دارین راحت و بدون قطعی ویدیو تماشا میکنین، اینم نتیجه همون مدیریت دقیق فرکانس هاست که یه اینترنت پایدار رو برامون ممکن کرده. و اگه بخوایم کلی‌تر نگاه کنیم، همین نظم باعث میشه که کل سیستم‌های ارتباطی جهانی ما به هم وصل بمونن و پایدار باشن. و به عنوان حرف آخر یه سوال مهم باقی میمونه. با این همه شلوغی که تو فضا در راهه، آیا این قوانین و این سازمان واقعاً برای جلوگیری از هرج و مرج کافیه؟ این سوالیه که جوابش آینده دنیای دیجیتال ما رو مشخص میکنه.